با سلام به کاربران بینیت گرامی رادیو زودی و ساعت با وقت پراگاده شد و این معنای آن را دارد که بازم فرصتی ملاقاتی دوباره ما با شما فرا رسید و من چون همیشه در این وقت سرخط خبرهای تازه رو به سهم شما میرسونم و البته فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 به وقت پراگ من شما رو در برنامه خبری رادیو زودی با تفصیل این خبرهایی که من برای شما میگم انتظار خواهم شد. میشل رو بازداشت کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان از دستگیر کردن یک ساکن نویه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر میدهند که تخلصش میشل بوده است. منعم ازراتقولov هنگام قصد فرار به شهر مسکو در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بازداشت شده است. وزارت میگوید ازراتقولov قبلا برای صادر کردن غارتگری در حدود روسیه به جوابگری جنایتی کشیده شده و یک مدت را در زندان سپری کرده است. حالا مقامات انتظامی تاجیکستان ازراتقولov 40 ساله را برای عمل جنایی بازداشت نمودند که در ماه ینور امسال در حدود تاجیکستان صادر کرده است. تفصیلات را در برنامه خبری برایتان خواهیم گفت. چرا زنهای تنها مانده زیر معلومات جامعه قرار میگیرند؟ یک پژوهش اخیر در 2 ولایت تاجیکستان معین کرده است که اکثر زنان جدا شده و فرزندان آنها به گروه خیلی آسیب‌پذیر داخل میشوند. نتیجه این تحقیقات همچنین سرنوشت زنانی را معین کرده است که بعد از جدا شوی یا وفات شوهر در خانه والدین کسی آنها را انتظار نیست و به قول روی خوش نمیبینند. اکثر موارد خویش و تبار زنان را مجبور میکنند که دوباره به خانه شوهر برگردند نوبسته به اینکه در آنجا با زورآوری روبرو میشوند. در این باره در برنامه خبری برای شما گزارش پیشنهاد می شود. تنها همین رو می خواهم یادآور شوم که هرچند تو امروز آمار دقیق زنان جدا شده یا بیوه ها وجود ندارد، اما هر سال در تاجیکستان هزارها زن با مشکل های گوناگون از شوهران خود طلاق می گیرند و گروه هم با چند فرزند نابالغ تنها می ماند. بر اساس آمار رسمی وزارت عدلیه تنها در سال 2017 بیشتر از 10,000 طلاق در تاجیکستان ثبت شده است. تاثیر قیمتشوی گاز به مردم عادی نیز رسید. تقریبا 2 هفته پیش شوکت شویمزاده معاون رئیس شرکت توجیک ترانس گاز درباره بالا رفتن نرخ گاز ازبکستان به تاجیکستان خبر داد. این مقامدار گفت که نرخ هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ازبکستان برای مشتریان توجیک از 126 تا به 146 دلار آمریکایی افزایش یافت، زیرا به مبلغ اولین نرخ اندازهای تاجیکستان اضافه شدند. طبری مشاهده می شود قیمت شدن نرخ ارزش گاز مایع را در نقطه های فروش سوزشواری پایتخت چند فایز زیاد کرد. طبق حساب ها حدود 60% ماشین های سبکرو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند و در مجموع سوزشواری در تاجیکستان از جمله محصولاتی است که تغییرات در نرخ آن خواه و ناخواه به زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. در گذشته بلند شدن نرخ سوزشواری به بلند رفتن نرخ راهگیرها و همینطور محصولات بازار تاثیر گذاشته بود و این یکی از موضوع امروز ما در همین باره است و انتظار باشید چون همکاری ما با چند نقطه فروش سوزشواری رفت و ببیند که نرخ امروزه گاز مایع چقدر است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان روز 29 نوامبر نماینده حزب حاکم ارزوی گرجی سلامه زورابیشویلی را برنده دور دوم انتخابات پرزیدنتی در آن کشور اعلام کرد. سلامه زورابیشویلی دومین زن پس از رئیس جمهور پیشین قرقیزستان روزا اوتونبویوا میباشد که در قلمروی شوروی پیشین به این مقام بلند رسیده بود، اما نامزدی ناکام به این مقام زیاد ناراحت نیست، زیرا میگوید که در زیر یک پرچم متحد کردن مخالفین این خود یک پیروزی است. خب درباره این خبر نیز ما برای شما در برنامه خبری تفصیلات خواهیم داد. دشنام داد و جزا گرفت و یا از بد سخن همه بیزار. دادگاه نویه سینای پایتخت یک آموزگار جوان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان را به پرتویی و دشنام قبه به 5 روز حبس محکوم کرد. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگویند که شریف جان روزیقov یک دختر 23 ساله را در محضر عام دشنام داده است. اما مسئولین دانشگاه درباره این معلم به همکاران ما چی گفتند بعد کمتر از 3 ساعت دیگر برایتان معلومات میدهیم. و تاجیکستان از قرض بی بهره مانده است. تاجیکستان که هنوز سال 2015 برای دریافت 70 میلیون دلار قرض امتیازدار از
یکی از فوندها درخواست داده بود از این قرضش به بهره مانده است، چون که ماموریت فوند ثبات و رشد اوراسیا جدا کردن 40 میلیون دلار قرض امتیازات را نخست به تاجیکستان تصدیق کردند، اما گفتند که تاجیکستان وعده داد که این شرط را اجرا میکند، ولی برخی این شرط ها همین گونه اجرا نشده ماندند و به همین ترتیب حکومت تاجیکستان نتوانست که میلیون ها دلار را همچون قرض از این فوند دریافت کند و چون چرا این موضوع را البته ما در یک صحبت ویژه بینندگان عزیز به شما پیشنهاد خواهیم کرد و همچنین یک گزارش جالب هم داریم در رابطه با آنکه چگونه یک طفل پلنگ کوهی یکی از شهرهای هندوستان را به داد آورده است. خب امیدواریم که بعد 3 ساعت دیگر حتما ما رو در بخش مستقیم برنامه خبری همراهی میکنید، چون خبرهای ما بیشتر از اون است که من حالا برای شما تقدیم کردم و همین گونه ما خبرهای دیگر هم داریم که حالا همکاران ما در سر آن کار میکنن تا اینکه تفصیلاتش رو برای شما ما پیشنهاد کنیم و البته هر نظری که حالا در پخش مستقیم شما برای من نوشتید من حتما بعد از انجام این پخش میخونم و در بخش‌های بعدی برای شما حتما به این سوالاتون پاسخ خواهم داد. سپاس برای همراهی و تا ملاقات بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری.